سلام و درود خدمت همه دوستان گرامی. خوش آمدید به اولین ویدیو از کانال یوتیوب دانشگاه. در این ویدیو میخوایم با هم دیگر درباره فواید رشته ها، واجدین شرایط، اسناد مورد نظر، اسناد کمکی و مراحل ثبت نام بورسیه اوپن دورز روسیه با هم دیگر صحبت کنیم. خب همونطور که میدونین این بورسیه همه ساله از طرف دولت روسیه اعلان میشه. پس موقعیتش دانشگاه های روسی هست و در مراحل لیسانس، ماستری و دکترا شما میتونین اپلای بکنین. هیچ نیازمندی به اسناد زبان مثل تافل، آیلتس و اینا نداره، اما درس ها با زبان انگلیسی و روسی هست. دخترها و پسرها میتونن در بورسیه اشتراک کنن و بیشتر رشته ها را در بر میگیرن. فوایدش است که شما فی دانشگاه را نمی پردازین و ادمیشنتان را به صورت رایگان دریافت میکنین و هیچ امتحان ورودی از شما نمیگیره دانشگاه، و همچنان یک معاش ماهانه را که نظر دانشگاه فرق میکنه او را دولت روسیه به شما پرداخت میکنه. اما چیزی که دولت روسیه او را پرداخت نمیکنه مصارف سفر، اقامت، بیمه و مصارف شخصی است که اینا رو باید خودتان پرداخت کنید. رشته هایی که شامل میشه و شما میتونید اپلای بکنین: بیولوژی، کامپیوتر و دیتا ساینس یا کامپیوتر ساینس و دیتا ساینس است، ریاضیات و هوش مصنوعی، تجارت و مدیریت، سیاست و روابط بین الملل، روانشناسی، فیزیک، زبان، کیمیا، اقتصاد، انجینری و تکنولوژی. در همه رشته ها شما میتونین اپلای بکنید. اما چه کسی میتونه در بورسیه اوپن دورز روسیه اپلای کنه؟ کسانی که یک سند فراغت از مکتب، اگر فارغ صنف 12 هستین یا که فارغ لیسانس یا ماستری یا پی ایچ دی که داشته باشین از یک کشور بغیر از روسیه، شما میتونین دیگه بورسیه اپلای کنین. و همچنان شهروندان خارجی و کسانی که بدون دولت هستند، بدون کشور هستند، یعنی پناهنده ها هم که پناهنده هایی که در خارج زندگی میکنن، اینا میتونن که در این رقابت برای این بورسیه اشتراک بکنن. اسنادی که برای ثبت نام ضروری است 3 چیز است. یکی ترانسکریپتتون است. اگر فارغ صنف 12 هستین میخواین برای لیسانس اپلای بکنین، ترانسکریپت مکتب. اگر برای ماستری ترانسکریپت دوره لیسانس و برای پی اچ دی ترانسکریپت دوره ماستری و همچنان دیپلمه یا مو سرتیفیکیت فراغتتان. یک دانه موتیویشن لیتر که را شما در مرحله اول در وبسایتشان نوشته میکنین که شامل این چیزا باید باشه. این چیزا رو شما دو باید بگنجانین. علایق تان که میخواین روی او موضوعات تحقیق بکنین در آینده، اهداف شخصی تان، دستاوردهای حرفه‌ای تان و دلیلی که شما انتخاب کردین امی رشته مورد نظرتان را و دلیلی که میخواین در کشور روسیه درس بخونین، اینا باید در موتیویشن لیترتان بیایه. البته ریسرچ اینترست ای بیشتر مربوط به کسایی میشه که میخواین در مقطع لیسانس و دکترا اپلای بکنن. و اسنادی که میتونه شما را در بورسیه اوپن دورز روسیه کمک بکنن تجربه کاری تان است. اگر در کدام کنفرانس اشتراک کردین راپوری از او هست. اگر کدام کورس های آنلاین در اشتراک کردین که به امو فیلد یا امو رشته که انتخاب کردین مرتبط است. اگر برای کدام کشف یا اختراع شما شناخته شدین، کدام کتاب را نشر کردین یا کدام چیز دیگر، کدام جزوه چیز را، مقاله را در مربوط به امر رشته نشر کردین، یا که جایزه دارین که او را از اشتراک در مسابقات به دست آوردین
یا که در بعضی پروژه ها اشتراک کردین و بقیه جوایز و سرتیفیکت هایتون میتونه شما را کمک بکنه که اینا را اگه آپلود بکنین بسیار عالی خواهد بود. چند مرحله داره به خاطر ثبت نام. مرحله اولش ارائه کردن پورتفولیوتان، یعنی هم اسنادتان، موتیویشن لیترتان است و باید شما یک امتحان آنلاین را در وبسایتشان تکمیل بکنید که این مرحله را در ویدیوی بعدی به صورت عملی برای شما نشان خواهم داد که چگونه مرحله اول بورسیه را بگذرانیم. مرحله دومش تکمیل کردن چند سوال است به شکل یک امتحانی که شما در او کاملا تحت نظر هستین به صورت آنلاین برای مقاطع لیسانس، ماستری و دکترا و همچنان کسایی که میخواین در بخش فوق دکترا ثبت نام بکنن باید یک ویدیو از خود تهیه بکنن که در او دستاوردهای علمیشان را نشان بدن. مرحله سوم وقتی که شما مرحله دوم را گذراندین اینترویوی آنلاین شما میگیرم برای البته فقط برای کسایی است که در مقطع دکترا ثبت نام میکنن و کسایی که برای مقاطع فوق دکترا ثبت نام میکنن. خب این بود یک معلومات کلی درباره بورسیه اوپن دورز روسیه. در ویدیوی بعدی یا در یک ویدیوی دیگر درباره مرحله اول ثبت نام بورسیه با هم دیگر صحبت خواهیم کرد. اگر فکر میکنید که ویدیوهای از این نوع میتونه شما را کمک بکنه و برای شما مفید است، پس لطفا کانال ما را سابسکرایب بکنین و برای حمایت از ما این ویدیو را لایک کرده با دوستانتان شریک کنین. تا دیدار دیگر، بدرود.